درود بر شما بینندگان گرامی. امیدوارم ایام خوبی را بگذرانید. در امروز با یکی دیگه از برنامه‌های ناگفته‌های تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه امروز ناگفته‌های تاریخ در ادامه مباحثی که در هفته‌های گذشته با دوستان در میان گذاشتیم درباره کشتار و جنایات ساواک و واواک هستش. برنامه‌ای که امروز برای شما تدارک دیدیم در واقع تکمیل برنامه‌های گذشته هستش. در برنامه‌های گذشته من خدمت شما درباره پلیس امنیت، چگونگی به وجود اومدن پلیس امنیت و هدفی که دنبال می‌کرد و همچنین با مرور زمان در این یک قرن پلیس امنیتی که قرار بود باعث ایجاد رفاه و امنیت در جامعه باشه به کجا کشید با شما صحبت کردم. و اینکه در حال حاضر همین پلیسی که قرار بود یه روزی امنیت جامعه ما را تامین بکنه در کشور ما ایران الان نه تنها امنیتی برای مردم ایجاد نمی‌کنه، در واقع امنیت را ازشون سلب کرده. ولی امروز مباحثی که میخوام با شما در میون بذارم درباره دخالت و نفوذ همین پلیس امنیت یا ساواک و واواک در تصمیم گیری قضات دادگاه یا وکلا هستش. بعد از اینکه بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول تموم شد، در جامعه امید می‌رفت که راه تحقق آرمان‌های مشروطه خواهی و برقراری حکومت قانونی هموار بشه. با روی کار آمدن رضاخان به زودی معلوم شد که تمامی ارکان و نهادهای قوای سگانه باید در خدمت قدرت مرکزی یا قدرت سیاسی مرکزی قرار بگیره. شیوهی که رضا شاه برای اداره کشور در پیش گرفته بود، طرفدارانش اونو به عنوان استبداد منور یا استبداد ترقیخواه تفسیرش میکنن. در چنین وضعیتی شاه، درباریا، دولت، شهربانی و افراد با نفوذ بودند که در قضاوت دخالت میکردند و قضات را تحت فشار قرار میدادند تا آرای فرمایشی صادر کنند. این در حالی بود که برخی از قضات همچنان به رأی خودشون احترام میذاشتن و تن به این اوامر اجباری نمیدادند. دولت هم با توجه به اصل 81 و 82 قانون اساسی اجازه نداشت که به طور قانونی اونا را از منصب خودشون خلع بکنه یا اینکه مأموریتشون رو یا محل مأموریتشون رو تغییر بده. برای اینکه این شرایط رو بی اثر بکنن، با ابتکار و خلاقیتی که علی اکبر داور وزیر دادگستری اون زمان به کار برد، در 26 مرداد 1310 قانون تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی رو در 5 ماده وضع کرد. طبق این متمم این قانون این قانون کلاً به نفع دیکتاتور تغییر کرد. بار دیگه نشون دادن که در یک سیستمی که به صورت دیکتاتوری اداره میشه دموکراسی معنا نداره. در ماده 3 این قانون 5 ماده‌ای اومده بود که قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل مأموریت اونها عوض میشه، اگر اینو قبول نکنن به عنوان متمرد محسوب میشند و در محکمه نظامی تغییر و مطابق قانون وزارت عدلیه مجازات میشن. بدین گونه بود که این قانون در خدمت تثبیت دیکتاتوری قرار گرفت. چنین رویه‌ای تا پایان سلطنت رضاشاه ادامه داشت و در هر پرونده‌ای که حکومت نظر خاصی داشت خیلی راحت دخالت می‌کرد و قضات و
کلا دستشون رو میبست و استقلالشون رو ازشون میگرفت. داور بعدها خودش به ناکارآمد بودن این سیستم اشاره میکنه و میگه من یک عمارت کهنه، کثیف و بی سر و تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم با عدل و داد بسازم. ولی در موقع ساختن عده‌ای از اشخاص با نفوذ از راه رسیدند و هر کدومشون با اصرار خواستند که یک خشت یا آجری بدون تناسب در وسط این قرار بدن. حالا ساختمون من تموم شده. خودم میبینم که در میان نمای سنگی عمارتی که من ساختم جا به جا در بین آجرها چند خشت و آجری زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا از ترکیب انداخته و هیچ استحکامی نداره. قبضه دستگاه فقط توسط حاکمیت در دوران پهلوی هم همینطور ادامه داشت، به طوری که روزنامه خوندنی ها در شماره 10 فروردین 1342 به عدم استقلال دستگاه قضا اشاره میکنه و مینویسه بعد از شهریور 1330 با دستبرد به دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاکم اختصاصی شرع از قوه قضاییه ما فقط مجسمه عدالت، ترازوی عدل آن در سردر کاخ دادگستری است و تعداد قلیلی قضات شریف و شجاع باقی مونده است. از دیوان عدالت هم چیزی جز وزارت جلیله دادگستری که مترادف با وزارت جلیله پست و تلگراف است اثری نمونده. ممکنه یکی به این هیئت حاکمه یا قوه مجریه بگه حال که از قوه مقننه اثری نمونده، اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو اونچه از قوه قضاییه باقی مونده را به نفع قطع و فصل امور مردم و دعاوی اونها بپردازه. بیشتر مورخین و صاحب نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضاییه و کلا در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضایی منعکس کننده میل دولت بود. علاوه بر این شعاع عمل قوه قضاییه به تدریج با گسترش دادگاه‌های نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیر نظامی محدود شده بود. در حکومت رضاشاه و محمد رضاشاه نظام قانونی مملکت بر این اصل استوار بود که حکومت اشتباه نمی‌کنه. روند سیستم قضا در رژیم پهلوی باعث شده بود که قضات و وکلای دادگستری از نخستین گروه‌هایی باشند که در سال 1356 نارضایتی خودشونو از رژیم علنی کنند. همونطور که در تاریخ هم ثبت شده اکثریت اونا در سال 57 به موج انقلاب پیوستند. پیدایش پلیس سیاسی رضاشاه و ساواک محمد رضاشاه که وظیفه هر دوی اینا سرکوب مخالفان سلطنت و نغمه‌های مخالفی بود که به صورت فراقانونی عمل می‌کردند، به هیچ ارگان و سازمانی جوابگو نبودند. در حقیقت اینها تیر خلاصی بودند بر پیشانی قوه قضاییه و استقلالی که قرار بود یک حکومت مشروطه داشته باشه. روند دخالت دولت در دستگاه قضایی تا جایی پیش رفت که ساواک با نام منافع کشور افراد و بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام میکرد بدون اینکه فرد یا ارگانی کار اونها را کنترل کنه یا در قبال کاری که میکنن پاسخگو باشند. اعتبار دادگستری به این ترتیب
پایین اومده بود و از حکومت قانونی خبری نبود. برای اینکه اگر قانون در حکومت دخالت میکرد، این خودش باعث میشد که قدرت مطلقه شاه کمتر بشه. قبضه دستگاه قضایی توسط رژیم بازتاب منفی در بین مردم داشت، به طوری که مردم به طور کامل از سیستم قضایی کشور ناامید و مایوس شده بودند. روزنامه اطلاعات در سرمقاله شماره 1 بهمن 1341 با اشاره به این موضوع می‌نویسه: مردم از دادگستری مایوسند و این مهلکترین خطر اجتماعی است. خود اعضای دادگستری هم حتی وزیر، معاون و مدیر کل و قضات عالی رتبه دادگستری همه اینو میدونن که مردم چشمشان از دادگستری آب نمیخوره. تیغ فرشته عدالت را بر ترازوی عدل و میزان نمیبینند. خود اونا میدونن که حق با مردمه، اما چرا دادگستری اصلاح نمیشه؟ چرا اینا نمیتونن دادگستری را اصلاح کنن؟ من خیال میکنم به این جهت است که دادگستری طلسم شده و هنوز طلسم شکنی پیدا نشده که این طلسم را بشکند. اینا مطالبی بود که در روزنامه اطلاعات 1 بهمن 1141 نوشته شده بود. ولی ما میدونیم که مرگ دموکراسی زمانی شروع میشه، جایی شروع میشه که اصل تفکیک قوا در یک کشور نادیده گرفته بشه و کسایی مثل سرپاس مختاری یا پرویز ثابتی ها قوای مجریه و مقننه و قضاییه را بازیچه دست خودشون قرار بدن و همه اینا بهونه‌ای برای حفاظت از دستگاه سلطنتی یا ولایتی مشغول جنایت بشن. در ادامه برنامه قراره که دوست عزیزی به ما ملحق بشن که درباره این مباحث با هم صحبت بکنیم. آقای علی امیدی از مبارزین، کنشگران و زندانی دوره رژیم پهلوی بودند که ایشون عمری را برای مبارزه گذروندند و امروز قراره که با ما باشند تا در مورد مطالب و یا اتفاقهایی که برای ایشون افتاده و خاطره ها یا کارهایی را که برای مبارزاتشون انجام دادن و اگر چیزی برای مباحثی که من عرض کردم ایشون برای تکمیلش داشته باشن با هم صحبت کنیم. درود بر شما آقای علی امیدی، خوش اومدید به برنامه و خوشحالیم که شما را داریم. اگه مایل هستید کمی در مورد خودتون و مبارزاتتون بفرمایید که من سوالاتمو ادامه بدم. با سلام خدمت شما و با تشکر از اینکه این امکان رو برای من فراهم آوردین تا با عزیزانی در ارتباط با مسائل فوق‌العاده مهمی که شما طرح کردین یه گفتگوی داشته باشیم. به همه عزیزانی که از هر طریق ممکن میتونن به این برنامه توجه بکنم بهشون سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که همیشه خوش و مؤید باشن. من همونجور که شما گفتین اسمم اسمم علی امیدی، از اواخر دهه 40 وارد مبارزه‌ای که در جامعه ایران اجتناب ناپذیر بوده وارد اون مبارزه شدم. از یه خانواده زحمتکشی هستم و بودم که چیزی که در واقع باش روبرو بودیم این بود که کار کردن از ماست، زحمت کشیدن از ماست و دست خالی هم از ماست. در نتیجه خود همین وضعیت
باعث یک نوع روحیه اعتراضی در ایجاد یک روحیه اعتراضی در من شده بود. تو تمام دوران تحصیلات، دورانی که محصل بودیم، در واقع به اشکال مختلف سعی می‌کردم که این نارضایتی خودم رو از این وضعیت نشون بدم. بعد به چیزی که در واقع فکر می‌کردیم اون موقع این بود که اگر وارد دانشگاه بشیم از اون طریق میتونیم بهتر امکان بهتری پیدا میکنیم که برای اهدافمون مبارزه بکنیم. نتیجتا من به خصوص سال آخر رو به شدت تلاش کردم که خودم رو آماده بکنم وارد دانشگاه بشم که شدم و با ورود به دانشگاه در واقع با یک محیط اعتراضی، با یک محیطی که در واقع تنها محل آموزش و در واقع علم نبوده بلکه سنگری بوده علیه رژیمی که همه جور اشرافات رو در واقع ایجاد میکرد. تو تظاهرات های دانشجویی شرکت میکردیم، بعد از اون خودمون شدیم جزء سازمان دهندگان تظاهرات های دانشجویی. بعد در حدود سال 52 بود که برای اولین بار ما تصمیم گرفتیم با محفلی که در واقع خودمون بودیم، یه محفلی بود در واقع هوادار سازمان فداییان خلق ایران، شریکای فدایی خلق ایران، که با همه شکل در واقع تلاش میکردیم که اهداف سازمان رو به شکل علنی پیش ببریم و با تکثیر در واقع اسنادی رو که سازمان منتشر میکرد و توزیع اونها در واقع اون کاری که لازمه انجام بدیم. در واقع ولی عمده تمرکز کار ما توی دانشگاه بود و در واقع فعالیت‌های دانشجویی. بعداً تو همین سال 52 اعتصابی در کارخانه دخانیات توی دخانیات ایران یه اعتصابی اتفاق میفته که ما تصمیم میگیریم که دیگه جنبش دانشجویی رو، اعتراضات دانشجویی رو از چهار دیواری دانشگاه ببریم بیرون و مرتبطش بکنیم با اعتراضاتی که در جامعه وجود داره. به همین خاطر تظاهراتی رو سازمان دادیم پشت کارخانه در همون منطقه‌ای که کارخانه دخانیات توش قرار داشته، تو اونجا تظاهراتی رو سازمان دادیم. تظاهرات خیلی موفقیت آمیز بود، براش تدارکاتی رو دیده بودیم که از جمله این چندین موتور سوار رو در واقع از قبل سازماندهی کرده بودیم که اینها در واقع توی اطراف باشن تا بتونن به موقع از حمله یورش پلیس ما را خبردار کنن و تا ما تظاهرات رو بدون تلفات در واقع به انجام برسونیم. از چیزی که در واقع تو اون تظاهرات اتفاق افتاده بود، دخالت و شرکت همون مردمی بود که ما در واقع برایشون اون تظاهرات رو سازمان داده بودیم. ما تصمیم ما این بود که حدود نیم ساعت تظاهرات رو به پایان برسونیم، ولی به خاطر اون شرکتی که مردم کردن، استقبالی که مردم کردن از این تظاهرات، این در واقع سررشته کار از دست ما بیرون برد و ما در واقع مجبور شدیم که به تظاهرات ادامه بدیم. و در همین موقعی که اون موتور سوارایمون اومدن و اطلاع دادن که تظاهرات باید خاتمه پیدا کنه، چون نیروی وسیعی در حال اومدن به طرف محل تظاهراته. ما سعی کردیم که تظاهرات رو متفرق بکنیم. خودم جز آخرین نفرای بودم که در واقع سعی کردم که این کار رو انجام بدم که متاسفانه
در همین موقع مثلا یک تیم از این کسایی که برای سرکوب اومده بودم به اونجا میرسن و من دستگیر میشم. در حین دستگیری که موقعی که دستگیر شده بودم یه پیکانی بوده از ساواک که این یه آدم خیلی خلچماقی مچ دست منو گرفته بود به طوری که من به هیچ شکلی نمیتونستم از خودم ازش خلاص کنم. بالاخره از مردم همون محل میان و شروع میکنن به به کتک زدن این ساواکیه که منو از دستش نجات بدن، ولی اون کتکه رو میخورد دست منو ولی ول نمیکرد. که یکی از بچه ها یه چاقو میکشه که با چاقو اینو بزنه. در همین موقعی که در واقع ماشینای شهربانی میرسن با مسلسل که ما بهش گفتم که آقا دیگه تمومش کنین شما برین دیگه. بعد من و اون آقایی که در واقع چاقو کشیده بود رو دستگیر میکنم میارن کلانتری 13 که کلانتری اون محل بودیم. تو اونجا یک به اصطلاح یک صحبت کوتاهی رو با ما میکنن. منتها اون پسری که در واقع اون مردی که جوانی که اومد به حمایت من، اون برادر یکی از گردان کلوفتای همون منطقه بوده که در واقع اون افسر پلیسی که توی اون کلانتری بود اینه میشناسه. میگه تو اینجا چیکار میکنه با این خرابکارا؟ بعد شروع میکنه بهش پشت دادن که من اگه به برادرت بگم خلاصه اون تو رو فلانت میکنه. که این مرد جوان یک چیزی رو اونجا میگه که این تا همه عمرم توی به اصطلاح گوش من هست. بعد میگرده بهش میگه که چیه؟ به اون ستاره ای است که روی دوشته به اون مینازی. من شب که میخونم میخوابم ما تحت ما هوا میکنم به 1 میلیون چندین میلیون ستاره ای که تو آسمونه. بالاخره این در واقع یک روحیه خیلی خوبی رو توی من ایجاد کرده بود که بالاخره ما تنها نیستیم، مردم ما رو پذیرفتن، ما توی مردم هستیم و به هر حال اونا از ما حمایت میکنن. این تو اون دورانی که ما همش توی به اصطلاح اون روحیه‌ای که فقط توی دانشگاه بودیم و توی همون 4 دیواری دانشگاه تظاهرات میکردیم، یه جور در واقع این در خود بودن رو تو ما ایجاد کرده بود. ولی حالا که اومدیم و دیدیم نه، مردم از تظاهرات از اعتراضات ضد شاهی دفاع میکنن، این برام خیلی چیز بود که به هر حال کار نداریم. توی اونجا ما حدود 6 ماه زیر شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته بودم. من منتها گفتم من اصلا توی هیچ تظاهراتی نبودم، چون اون نزدیکی های همون محل برادرم که کارگر توی به اصطلاح تراشکاری بود تو خیابون قزوین، اونجا خونش اینجا بود. بعد در ضمن من نامه از خانواده‌ام تو جیبم بود که به اصطلاح به من و برادرم نوشته بودن که عروسی خواهر شما باید بیاین. منم گفتم من داشتم میرفتم قدم زنون، داشتم میرفتم خونه برادرم که بهش بگم که باید جمع کنیم بریم برای عروسی خواهرمون. بعد که اینجا ما رو گرفتن، حالا چرا گرفتن من نمیدونم. بالاخره اینا هیچ خوشبختانه کسی دیگه دستگیر نشده بود، من تنها بودم و تونستم در واقع بعد از 6 ماه بازجویی و شکنجه بدون دیگه مدرکی نداشتم، ما رو بیرون اصطلاح آزاد کردم. بعد از اون من که اومدم مدت کوتاهی بعد در واقع اون گروهی که ما باش بودیم، اون گروه یه گروه خیلی بزرگی بوده، با اصطلاح که یک بخشش تو تبریز بود، یه بخشش تو تهران بود، یه به اصطلاح یه بخشش هم تو مازندران بود. این گروه
به هر حال لو میره و کسی که من باش مرتبط بودم اونم دستگیر میشه. اون بعد از این که دستگیر میشه، موقعی که توی کمیته بوده، کسی از آشناهای مشترک ما از قصد میاد کمیته برای تکمیل پرونده، اون بهش پیغام میده که آقا فلانی در برو که به هر حال اوضاع مناسب نیست. بعد من مخفی شدم، مدتی رو مخفی بودم، تلاش کردم که ارتباطی رو برقرار بکنم، دیدم هیچ امکانی وجود نداره، هیچ جور نمیتونم ارتباط بگیرم. نتیجتا تصمیم گرفتم که برم خارج کشور. رفتم افغانستان، اونجا پاسپورت تهیه کردم و همه اون کارهای لازمی که بود انجام دادم که برگردم بسا بیام در واقع اروپا، از طریق در واقع اروپا بتونم با سازمان تماس بگیرم و شاید هم از اون طریق برگردم دوباره ایران. منتها در مدتی که توی افغانستان بودم با حزب دموکراتیک خلق افغانستان با اونا تماس برقرار کردم. بعد در اونجا فرصت به اصطلاح زیادی بود که در واقع مطالعه بکنم و از تجارب و خط مشی اونا در واقع با خط مشی اونا آشنا بشم. در اینجا بود که در واقع من به تغییر نظر در واقع رسیده بودم. نظر این که مبارزه با سازماندهی توده ها در واقع امکان پذیره و اونم توده کارگر و نه با مبارزه به اصطلاح مسلحانه تنها پیشاهنگ. نتیجتا با تهیه یک سری از چیزایی که فکر میکردم لازمه اونا رو تهیه کردم که از جمله اونا کتاب بود، یه مقدارم در واقع هنوز اون چیزا توی ذهن ما بود، اسلحه در اونجا فراوان بود، یه مقدار اسلحه تهیه کردیم و برگشتیم. بعد از برگشتن من اومدم تهران، از تهران دوباره برگشتم به خطه خراسان و اون روستایی که از اونجا رفته بودم، چون کسی دیگه به سر قرار بود اون وسایل رو بیاره به اونجا تحویل من بده. من در مدتی که اونجا بودم منتظر وسایل بودم، اونجا به وسیله یه ساواکی محلی لو رفتم و دستگیر شدم برای بار دوم که به هر حال بعد از اون هم دوره‌ای رو توی به اصطلاح بازجویی گذراندم، محکوم شدم که با انقلابم آزاد شدیم. حالا من زیاد صحبت کردم، اگر به اصطلاح سوالی چیزی هست در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، ممنونم. آقای امیدی، شما توی صحبتاتون به این اشاره کردید که شما را وقتی گرفتن یا کسایی را که با حکومت، حالا چه الان چه زمان قبل میگرفتن، به عنوان خرابکار یا ضد امنیت خطاب میکردن اینا را. این اشخاص امنیت چه کسی رو به خطر میندازن؟ با وجود اینکه امنیت کشور توسط یه عده‌ای به خطر میفته که مثلا شما صدمه به دیگران بزنید. خب در این شرایطی که شما یا حالا مبارزین رو وقتی دستگیر میکردن اونا را ضد امنیت میدونستن، خب ضد امنیت چه کسی به خطر اینا امنیت چه کسی رو به خطر مینداختن؟ بله، این کسی که دستگیر میکرد در واقع به سازمان بود به اسم ساواک. اونجور که در واقع ساواک درست از فردای 28 مرداد ایده تشکیل ساواک به وسیله عمدتاً آمریکایی‌ها تو گوش شاه خونده میشه. آمریکا کودتا کرده و شاه رو آورده سر کار. حالا برای تثبیت در واقع شاه و حفظ بقای شاه از یک طرف، از طرف دیگه مطامع دیگه خود آمریکا، یعنی ایران در یه منطقه ژئوپلیتیک خیلی در واقع مهمی قرار داشت. از یک طرف
همسایه یک مرز مشترک طولانی با شوروی داشت، از طرف دیگه با مجموعی از کشورهای عربی در واقع همسایه بود و کلا موقعیتی داشت که به اضافه در واقع اون موقعیت نفتخیز بودنش و مجموعه اینا یه توجه ویژه‌ای رو هیئت حاکمه آمریکا در واقع به ایران داشت. نتیجتاً اونها در صدد این بودن که سازمانی رو ایجاد کنن که این سازمان از این مجموعه سازمان گوش و فرمانی که از شاه منافع آمریکا توی منطقه بتونه در واقع دفاع بکنه. اون چیزی که خود شاه راجع به در واقع این سازمان میگه که این سازمان برای به قول خودش دفاع از وطن و رژیم سلطنتی و مبارزه با در واقع کسانی که میخوان علیه رژیم و علیه شاه در واقع مبارزه بکنن، باید علیه اون اقدام بکنیم. این سازمان در نهایت توی 1335 اسفند 1335 این سازمان به وسیله آمریکا و دربار تشکیل میشه که در واقع تشکیل سازمان رو به تیمور بختیار در واقع واگذار میکنن و سازمان امنیت به این شکل تشکیل میشه. یعنی این سازمانیه که در واقع حافظ در درجه اول و به طور عمده حافظ در واقع بقای سیستم شاهه. بعد در بعدها این ارگانیزه تر میشه، 10 تا سازمان، 10 تا در واقع اداره کل از توش در میاد که اداره سوم، اداره کل سوم اداره بوده که در واقع بخش داخلی و مبارزه با احزاب به سازمان‌های سیاسی، مردم و کلاً جاسوسی کردن و خبرچینی کردن علیه مردم و معترضین رو در واقع این بخش که عمده ترین بخش در واقع ساواک بوده انجام میده. طبیعتاً اینا وقتی ماها رو دستگیر میکردن، البته خودشون این یه چیزی بود که به لحاظ روانشناسی ما برای اونا پیروز بودیم، به این خاطر که اکثر کسایی که دستگیر می شدن انسان‌های آگاهی بودن، به اینها به این امر مطلع بودن، تحصیل کرده بودن، کسایی بودن که نفع شخصی رو توی دنبال نفع شخصی توی این به اصطلاح مبارزهشون نبودن، ولی به ما در واقع به طور چیز میگفتن که شما خائنین، به شاهنشاه آریامهر خیانت کردین. مثلا من کاملا یادمه همون لحظه اول یا شب اولی که از اون کلانتری منو بردن اوین، بعد بردن اوین، از اونجا بردن توی اتاق فرمان اوین که توی اونجا حدود 15-20 نفر از ساواکیا، از نیروی ساواک تو اون اتاق فرمان بودن. ظاهرا اونها خونه تیمی رو پیدا کرده بودن و در تدارک این بودن که به اصطلاح خودشون رو سازمان بدن برای حمله به اون خونه تیمیه. وقتی منم میبرن اونجا، حالا علت این که منو میبرن این بوده که هم اسم من هم فامیل من یک فردی بوده به اسم اسماعیل به اضافه اسم فامیلی من که چریک فدایی بوده و در مشهد تو همون مدت و همون روزا دستگیر شده بود. بعد منم برادری داشتم به همون اسم. منم میبرن اونجا و از من سوال میکنن که خب کی هستی، چه کاری و فلان اینا. من گفتم من دانشجوی دندان پزشکی هستم و نمیدونم برای چی من آوردین اینجا. گفت نمیدونی برای چی؟
گفت نمیدونی. گفتم نه من کجا میدونم، برای شما تو خیابون میرفتم منو گرفتن آوردن اینجا. بعد یه بابایی اونجا بود که از من پرسید مال کجا هستی؟ گفتم مال فلانجا هستم. بعد یه نفر از اونجا بلند میشه میاد یه چک میزن تو گوش من، میگه خائن فلان فلان شده، تو میخواستی نخست وزیر بشی که بچه دهقان، برات کم بودی که دکتر دندون پزشک بشی. منم که اون هوای کلانتری و هوای اون مردمی که به اصطلاح از ما حمایت کرده بودن تو کلم حسابی چیز شده بود، برگشتم به همون فوشی که اون به من داده بود، من همون فوش رو بهش دادم. گفتم تو که کشاورزی زاده نیستی معلوم نیست که فلان کارا نباشی، که اونجا ریختن سر محمد رو زدن. ولی همونجی که شما گفتیم در واقع اینا تکه کلامشون این بود که ما خائنیم و شاهنشاه خیلی آدم به اصطلاح محترمی هست، آدم خیلی خوبی هست و شما در واقع خائنید. به هر حال این چیزی بود که این تکه کلام اونا بوده. آقای امیدی، برنامه‌ای که من امروز قبل از اینکه شما تشریف بیارین در موردش صحبت کردم، تاثیر یا نفوذ پلیسای امنیت در تصمیم گیری یا رأی قضات بود. همینطور که الان هم می‌بینیم در رژیم جمهوری اسلامی بازجوی دستگاه امنیتی یا اطلاعاتی حکم مجازات زندانی را به قضات دیکته میکنن، یعنی میگن که خب از بالا دستور اومده که این تصمیم در مورد فلان شخص گرفته بشه. در حقیقت بازجو، قاضی، دادستان، خیلی وقتا حتی کسی که این حکم رو اجرا میکنه همشون یه نفر هستن. آیا در اون دوره‌ای که شما زندانی شدید یا حکمی برای شما صادر شد هم ساواک در صدور احکام نقش داشت، یا اینکه قضاتی که حالا توی زندان یا حالا شما رو زندانی میکردن یا بازداشت میکردن، قضات میتونستن رأی مستقلی داشته باشن نسبت به مبارزین؟ والا من از این پروسه بگم، خب ما از اینجا از شروع دستگیریش میدیم. وقتی دستگیر میشد کسی، مراحل بازجویی بود. بعد بازجویی یک بالماسکه مضحک و خنده‌داری بود به اسم به اصطلاح دادگاه. بعدم که محکومیت و به اصطلاح دوران به اصطلاح در واقع کشیدن اون محکومیت بوده، یعنی سه مرحله رو در واقع پشت سر می‌گذاشت. در واقع تو تمام این مسائل اون دوره بازجویی همه چی تعیین میشد. عملا دادگاه یه چیز در واقع مضحکه بود، فرمایشی بود، فقط فرمایشی بود به طور کامل. و یه نفر هم اونجا مثلا از همین معمولا افسرهای بازنشسته در واقع ارتشی رو به عنوان اونجا وکیل مدافع میذاشتم که خود وکیل مدافع گاهن اون انتصاباتی رو که اون چیزایی که با آدم میگفت از به اصطلاح دادستان هم در واقع بدتر بوده. مثلا میگم آره این آدم پدرسوخته هست، فلان هست، خائن هست، فلان هست، ولی شما یعنی در واقع دفاعش این بود که آقا جون شما بیاین و به اصطلاح نفهمه بهش در واقع تخفیف بدین. بعد مطابق اون چیزی که اینا داشتن، یعنی شابلونی که داشتن، اون شابلون که از قبلم توسط ساواک در واقع اون یه چیزی بود به اسم نظریه بازجو. اون نظریه که بازجو پشت هر پرونده میذاشت عملا حکم اون فرد رو هم تعیین میکرد که مثلا چه حدودی
در واقع بهش زندان بدن، وگرنه عملا چیزی به اسم دادگاه، چیزی به اسم نمیدونم بررسی، قضاوت و اینا اصلا موضوعیت نداشت. یعنی کسی که میرفت تو پاش میذاشت اونجا، از قبل مهر بهش خورده بود که این آدم خائن به شاهنشاه آریامهر به قول خودشون. بعد دیگه بستگی داشت اون بازجو چیزی رو توی پروندهش نوشته باشه، چه نظری داده باشه، حکمش هم در واقع صادر شده بود. به همین شکل بود. یعنی این هیچ این معلوم نبود اصلا اسم این دادگاه و فلان هم یه چیز به اصطلاح بی مسمایی بوده. آقای امیدی، تا اونجا که من اطلاع دارم حتی بعد از انقلاب وقتی که خلخالی یه سری از کسایی را که قبل از انقلاب توی سر قدرت بودن میخواست اعدام کنه، مخصوصا ارتشی ها را وقتی حکم به اعدامشون، البته خیلی حالا شاید خیلی بدتر از اون چیزایی که شما فرمودید در مورد دادگاه های فرمایشی دوران قبل از انقلاب، که بعد از انقلاب اصلا دیگه فرمایشی هم در کار نبود، در 10 دقیقه چند نفر رو محاکمه میکرد و خلخالی حکم اعدامش رو صادر میکرد. همون موقع در دادگاه های همون چند دقیقه‌ای چیزی که برای این اشخاص حکمی که براشون صادر کرد به دلیل این بود که میگفتش که شما در زمان قبل از انقلاب در دادگاه ارتش، یعنی ارتشیایی که در دادگاه ارتش حکم اعدام یا حکم برای یه سری از مبارزین صادر کردن. به نظر شما چرا در اون زمان پرونده زندانیان سیاسی را به جای اینکه دادگستری بفرستن به دادگاه های ارتش میفرستن؟ مگه ارتش وظیفش رسیدگی به مبارزین یا کارهایی که مبارزین سیاسی میکردن حکم صادر؟ خب اینا که قاضی نبودن، یک ارتشی بودن فقط. به حضور شما عرض شود که اونا توی همون سیستم ارتش هم نوعی به اصطلاح کسایی هم بودن که تحصیلات حقوق کرده بودن، ولی از اونجایی که در واقع ماها رو به عنوان کسایی که یعنی در واقع کسایی که ضد شاه بودن و اون هم بزرگ ارتشداران بوده، خب ارتش به عنوان در واقع حافظ شاه کسایی که مخالفشون بودن رو محاکمه میکردن. منتها من منظور سوال شما رو کاملا میفهمم. میگم که شما میخوایم بگن اگر یک آدم سیویلی خلافی انجام میداد مطابق تو هر خاکی، هر مملکتی، طبق هر قانونی، باید تو دادگاه سیویل، دادگاه شخصی، دادگاه غیر نظامی محاکمه بشه. حقیقت قضیه اینه که به شطور گفتن که شطور تو چرا اینقدر گردنت کجه؟ اگرش تو گفت آقا جون من کجام راسته که گردنم کجه؟ یعنی حکومتی ره که پسر رضاخان قلدر به خصوص بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد سال 32 ایجاد میکنه، هیچ چیزش بر مبنای یک قانونی که خود قانون را هم در واقع قانونگذاران منتخب مردم باشن و اون رو به نفع و صلاح مردم تصویب کرده باشن، نه، اساسا چنین مقوله وجود نداشته. اینا خودشون میبریدن، خودشون میدوختن و عملا شاه با اون به اصطلاح موقعیتی که برای خودش به اصطلاح فرض میدونست، در واقع احتیاجی نه به قانون داشت نه به هیچ چیز دیگه. اینا همه چیز رو در واقع مطابق میلشون انجام میدادن. من به نظرم اگر نمیدونم فرصت به وقت برنامه ما چقدر، آیا میشه این وقت و این برنامه رو ادامه داد برای برنامه‌های بعدی؟ به نظرم بررسی خود ساواک، اعمالش
نتایج اعمالش، یعنی از جمله نتایج اعمالش روی کار آمدن در واقع رژیم خمینی، رژیم اسلامی که مستقیما نتیجه و محصول حاکمیت شاه ساواک، به خاطر میگم اینو باید بررسی کرد، بازش کرد. و الان هم که بعد از در واقع مدت‌ها طرفداران سلطنت دوباره سری توی سرها در آوردن و ادعاهایی رو مطرح میکنن و که این ادعاها در واقع مورد پشتیبانی اصلاح طلبان رژیم هم هست، اصلاح طلبانی که از رژیم جدا شدن و حتی هنوز هم درون رژیم هستن و نیروهایی رو اینا تونستن در واقع پشت خودشون جلب بکنن. و امروز که اگر شما در اخبار دقت کرده باشین، روزنامه جمهوری اسلامی میاد و رسما درخواست میکنه که آقای رئیسی استعفا بده. این موضوع به اصطلاح کوچیکی نیست. از این نظر کوچیک نیست که در واقع اوند این از خود جناح همون محافظه‌کاران یا حالا هر اسمی که روشون میذارن، اون جناح اصلی حکومت، وقتی از یکی از جناح‌های حکومت به نخست وزیر خودش میگه که آقا بیا برو دنبال کارت، این نشون میده که رژیم به بنبست کامل رسیده و این بنبست کامل تشدید میکنه بحران داخلی رو. بحران از جمله نه تنها باعث خیزش مردم میشه، بلکه بحران در خود بالا هم در واقع باعث تشدید اختلافات و درگیریاشون و تضعیفشون میشه و مجموعه این شرایط اوضاع برای انقلاب مهیاتر میکنه. در نتیجه موضوع آلترناتیو، موضوع آینده، به یکی از موضوعات در واقع روز تبدیل میشه. امروز وظیفه ما دو تاست: یک، مبارزه برای سرنگونی این رژیم و استقرار رژیمی که عدالت اجتماعی و سوسیالیسم رو بتونه در کشور برقرار بکنه، چون تنها سوسیالیسمی که میتونه پاسخگوی مشکلاتی که طی قرون و سالها هیئت حاکمی که جز منفعت پرستی و در واقع خونخوار بودن در استثمار ایجاد کرده، فقط این نظام میتونه در واقع این مشکلات مردم رو حل بکنه. و در کنار این، برای اینکه به این هدف رسیده بشه، مبارزه با سلطنت و سلطنت طلبان به اندازه مبارزه با جمهوری اسلامی مهمه. یعنی سرنگونی. آقای امیری، چیزی که الان سلطنت طلبا خب روش مانور میدن، از رفاه و آسایشی صحبت میکنن یا ثبات اقتصادی صحبت میکنن که در اون زمان وجود داشته. مثلا چیزی که الان میگن، نمیدونم، در اون دوره برای مدرسه ها تغذیه میدادن، یا اینکه البته این یه چیز ساختگی و طبیعتاً غیر واقعیت تاریخی است که آقای هویدا در دادگاه خلخالی خودکار بیکش بالا برد، گفت من اینو 13 سال همه قیمت نگه داشتم. اینا داستان‌هایی هستش که خب الان تو هر بقالی سلطنت طلب پیدا میشه و خیلی راحت همینو تحمیل میکنن به نسلی که خب خیلی هاشون از وقوع انقلاب و دلیل وقوع انقلاب خبر ندارن. شما به عنوان کسی که خب قبل از انقلاب تحصیلات داشتید انجام میدادید و وارد دانشگاه شد، آیا واقعا این رفاه ها برای شمایی که این همه سختی ها را کشیدین، به قول خودتون میگفتن که شما باید نمیدونم همون میشدی که پدرت بود چطور شما را چه به دانشگاه، رفاه کجا باید میدیدیم اون موقع؟ پس رفاه این بیشتر به در واقع میگن
طرف توی یه شهر دیگه بوده، گفته من توی یزد که بودم 60 گز میپریدم. این داستان در واقع لاف در غربته. لاف در اینه که حالا جمهوری اسلامی با سیاهکاری‌های خودش در واقع به اینا شهامت داده، در واقع رو داده، بهتره بگیم با چیز عادی، که اینا از لاک خودشون بیان و ادعاهایی رو مطرح بکنن. در اول توی سالی که من توش کنکور شرکت کردم 400,000 نفر تو اون سال تو کنکور 400,000 جوان دیپلمه تو اون کنکور شرکت کرده بودم. چقدر وارد دانشگاه شدم؟ دانشگاه و مدارس عالی جمعاً حدود 20,000 نفر. تکلیف اون 380,000 نفر دیگه چی شد؟ فلاکت. یعنی طرف 12 سال تمام درس خونده که آخر سرش بشه در واقع خاکسترنشین، کسی که در واقع خودشو، یعنی من الان خودم همش یادم میاد که موقعی که دیپلم گرفته بودیم گفتم اگه دانشگاه قبول نشم تکلیف میشیم. یعنی اون دلهوره ای که خودم داشتم طبیعتا اون 400,000 نفرم داشتن. این از وضعیت جوونه بوده. در بخش در واقع جمعیت نمیشه گفت 90%، حتی 95% از جمعیتی بود که در واقع به سختی زندگی میکرد. از این 95% 5% شاید کسایی بودن که درای همون رفاهی بودن که در واقع شاید 5% اون در واقع مثل توی پرغو زندگی میکردن. ولی بقیه مردم و اکثریت این مردمی بودن که یا بیکار بودن یا اگر دهقان بودن، مثل خانواده ما که دهقان بودیم. ما 1 سال تمام کار میکردیم، زحمت میکشیدیم، در واقع چیزی رو که به عنوان محصول دستمون میبردیم تو خونمون دستای خالیمون بود. دوباره مجبور بودیم از همون فرداش بریم از تاجر شهری قرض بگیریم تا سال دیگه بهش پرداخت کنیم. یعنی همیشه منت، همیشه فقر، همیشه فلاکت بالای در واقع سر ما بود. میگم من از اون دهی که من خودم بالش بودم، اون ده نزدیک 600 نفر جمعیت داشت اون موقع. از اون جمعیت تنها کسی که تونست دیپلم بگیره فقط من بودم. تنها کسی که تو اون منطقه‌ای که من بودم، یعنی شاید بیش از 30-40 تا ده، تنها کسی که وارد دانشگاه شد من بودم. یعنی همه این مسائل وضعیت عمومی مردم نشون میدن. اینا یه دروغ بیشتر نیست. بعد از این حرفا گذشته، آقا شما بیاین تو همون کشوری که خودتون هستیم، بیاین تو سوئد، کسی حزبی پیدا بشه بیاد بگه آقا من درآمدی رو که مثلا میگم از جنگل سوئد ناشی میشه، من این درآمد رو میارم پستش میکنم به در خونه شما. اگر چنین حرفی رو کسی بزنه، یعنی اینجا هرچی آمبولانس هست اینا رو خبر میکنه که میگن آقا برین این دیوونه رو برداریم بیارین تیمارستان. مگه میشه چنین چیزی؟ خمینی با یک شعار در واقع شیادانه ای اومد گفت آقا من پول نفت رو میارم در خونه مردم میدم. چند درصد از مردم به حرف این باور نکردن؟ به چند درصد کردن؟ اکثریت مطلق این حرف رو باور کردن، بکردن که خمینی این کار میکنه یا میتونه بکنه. چرا؟ به دلیل اینکه رژیم شاه خوندن کتاب رو به وسیله همون ساواکش غیر قانونی ممنوع و جرم کرده بود. در یک کشوری که اون موقع بین 35-6 تا 40 میلیون نفر جمعیت داشت،
تیراژ کتاب 2000 عدد بود. تازه اون هم کتابی که از 10 ممیزی باید رد میشد. روزنامه یک کلمه عامه. مردم به جایی نمیگفتن کلمه عام برای روزنامه استفاده نمیکردن، میگفتن اطلاعات. منظورشون روزنامه بود. یعنی توی مملکت دو تا نشریه، 2 یومیه، روزنامه یومیه وجود داشت، کیهان به اطلاعات، که اینها از اسم عام، اسم خاص به اسم عام تبدیل شده بودن. و جالب قضیه اینجاست، مثلا در مسئول صفحات شهرستانی روزنامه اطلاعات یکی از دوستان، یکی از آشناهای ما بود. این آدم به هیچ عنوان، فقط تنها چیزی که ما بعدها فهمیدیم، این آدم سرش به ساواک وصل بوده، هیچ سواد معینی رو نداشته، اصلا چیزی از خبرنگاری و کار خبرنگاری نداشته و این رو کرده بودن در واقع اونجا مسئول شهرستان یه نشریه معتبری به اسم اطلاعات. خبری رو که اون در واقع گذاشته بود توی روزنامه، شاید من وقت کم ما اجازه نده اینو با تفصیل بگم، این بود که آقا جان یه خبرش این بود: خر فلان کس رمضان علی رو زنبورای اسد حسین علی زدن، خر اینو رو کشتن. این یک از خبرهای این به اصطلاح این آقای مسئوله که تو روزنامه اطلاعات در واقع منتشر میشه. من متاسفانه شماره و تاریخش یادم نیست، ولی این به دلیل اینکه مدت‌های مدید باعث جوک ما شده بود، به سر به سری همین آقا میذاشتیم که آقا این خبر چیه که توی روزنامه آورده، چه اهمیت داره که خر یارو رو زنبورا زدن، خر مرده. خبری وجود نداشت دیگه. به هر حال این در واقع سیما و تصویر اون جامعه‌ای بود که رژیم شاه ساواک درست کرده بود. بعد وقتی که در مملکتی که مردم از بدیهی ترین اصول و بدیهی ترین در واقع قواعد زندگی به خاطر در واقع اون رژیم اختناق بود، سانسور، اطلاع ندارن، صحبت از کدوم رفاه میتونیم بکنیم؟ 4 یا 10 کارخونه مونتاژ توی مملکت بود با کارگرایی که در واقع فقط نون خالی رو میگرفتن به عنوان حقوق که بخورن که بتونن فردا دوباره برن سر کار. با یه توده عظیم دهقانی، با یه توده عظیم در واقع بیکار شهری که کار ثابتی نداشتن، معین. تو اون وضعیت کسی بیاد در واقع صحبت از رفاه بکنه، در واقع تو 10 اصل دقیانوس و از هیچ قانون در واقع ایجاد کننده پیشرفت اجتماعی و رفاه اطلاع نداره. چجور میشه؟ به هر حال گفتن یه خیلی زیاده این ادعایشون جز در واقع دروغ، جز عکس مار کشیدن، هیچ چیز دیگه ای نیست. خیلی ممنون آقای امیدی. طبق اون چیزی که شما اشاره کردین، کسایی که در اون موقع در رسانه ها یا توی کتاب ها دخالت میکردن، به هر حال کسایی بودن که هیچ سواد سیاسی، که هیچ سواد درست حسابی نداشتن که ممیزی ها رو انجام میدادن، که من اینا رو مفصل تو کتاب جلد دوم کتاب نسل‌کشی کاملا اینا رو بررسی کردم و تمام دلایل و شواهد و اسناد تاریخی رو توش گذاشتم که شخصی به نام محرم علی که با 4 کلاس سواد به عنوان ممیزی کار میکرد و سالها روزنامه ها رو قبل از اینکه منتشر بشه ایشون بازبینی میکردن و کلمات یا اخباری را که خوشایند ایشون نبود با همون 4 کلاس سوادش تشخیص میدادن که مناسب جامعه نیست و حذفش میکرد که منتشر نشه.
و همه اینها باعث شد ما به مرحله برسیم که انقلابی بشه که با وعده ها و دروغ های خمینی مردم دورش جمع بشن و مردم هیچ چاره‌ای نداشتن، به خاطر اینکه مردمی تهیدست بودن و وعده هایی که خمینی میداد اونو به عنوان یک زندگی آرمانی خودشون متصور می شدن و خب طبیعتا وقتی جایی نبود که دستشون به اونجا جای بند نبود که بتونن خودشون از این فلاکت و فقر و آلونک نشینی نجات بدن، در نتیجه در مساجد، یعنی تنها جایی که آزاد گذاشته بودن، دور آخوندها پای منبر و پای صحبت‌های اینا نشستن و نتیجتاً 57 برای ما رقم خورد. و خیلی ممنون از شما آقای امیدی که در این برنامه ما رو یاری کردیم. ما به انتهای برنامه رسیدیم و نهایتاً از شما باز هم تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردین. امیدوارم که فرصت دیگه به ما دست بده که باز هم در خدمت شما باشیم و از نظرات، تجربیات و پیشنهاد چیزایی که برای شما اتفاق افتاده و برای ما شنیدنی هست از تاریخ بگید و ما لذت ببریم. خواهش میکنم. ممنونم از اینکه این امکان رو فراهم کردین که من بتونم در واقع گوشه کوچکی از در واقع بیشتر میشه گفت درد دلهامو مطرح بکنم. من امیدوارم که با تلاش هایی رو که نظیر شما دیگران هم هستن، دیگران هم باید باشن و شما به هر حال این تلاشی که داریم میکنیم برای روشنگری، این تلاش هرچه مثمر ثمرتر پیش بره، پیگیر و با دوام باشه و همونجور که گفتین دوباره با انقلاب قریب الوقوعی که ما پیش رو خواهیم داشت، این بار در واقع مردم با چشم باز اون آلترناتیوی رو که تأمین کننده سعادت، رفاه، آزادی و خوشبختیشون هست بتونن اون رو انتخاب بکنن. با تشکر از شما. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی لطف کرده. خیلی ممنون. بینندگان گرامی، به پایان یکی دیگر برنامه ناگفته های تاریخ رسیدیم. از همین دوربین، از همه دوستایی که ما را همراهی میکنن تشکر میکنم و از همه دوستانی که مایل هستن در این برنامه شرکت کنن، از دوستانی که در جریان مبارزات بودن و یا اینکه دارن تلاش میکنن، مبارزه میکنن یا در رژیم گذشته بودن یا حتی در زمان حاضر تلاش میکنن، مبارزه میکنن یا با رژیم جهل و جنایت مخالفت میکنن، مبارزه میکنن. خیلی خوشحال میشیم که در این برنامه در کنار ما باشن و ما را یاری بکنن و کمک بکنن که بتونیم این وظیفه بزرگ را که قدم کوچیکی برای آگاه کردن مردم هستش انجام بدیم و بتونیم در آینده کشوری با استقلال و آزادی کامل و اینکه در کشوری که حق هیچ کارگری، حق هیچ شخص کودکی خورده نشه دست پیدا کنیم و بتونیم کشور آباد و آزادی داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردین. تا برنامه دیگه، بدرود.